بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز میخواهم به 10 سوال شما پاسخ دهم. 10 سوالی که خیلی زیاد تکرار به تکرار آمده است و آن رو هم شما در زیرنویس نوارها نوشته اید. سوال یکم درباره نماز ویتر است که خواهر میپرسند که درباره نماز ویتر یک چند کس یک چند خیل صحبت میکنند و شما بگویید که طرز صحیح خواندن چگونه است. پیش از همه خواهر عزیز، نماز ویتر نمازی هست که پیامبر یک نمود نه یک چند نمود خواندند. گاهی مثل نماز شام گاهی 2 رکعت خواندند و بعداً سلام دادند، بعضا هم یگان بار سلام نداده 3 رکعت را خواندند. از این لحاظ که حدیث ها گوناگون آمده است و پیامبر یک چند نمود خواندن، بین مذاهب هم فرق میکند. مثلا در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه نماز ویتر را عیناً مثل نماز شام میخوانند و درباره‌اش حدیثی که طحاوی روایت کردن میآورند که پیامبر نماز ویتر را مثل نماز شام خواندن، یگانه دعای قنوت داشت اما مثل نماز شام بود و با این روایت در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه عیناً مثل نماز شام نماز ویتر رو میخواند، فقط پیش از رکوع کردن الله اکبر گفته دعای قنوت میخواند. اما مثلا در دیگر مذهب ها 2 رکعت خوانده، مثلا در مذهب امام شافعی، امام احمد، امام مالک 2 رکعت خوانده سلام میدهند، بعد از این 1 رکعت میخوانند. باز در دیگر مذهب ها میشود که شما 2 رکعت خوانده تماما التحیات نخوانده 3 رکعت را خوانید. و از این که درباره همه نمودش حدیث ها آمده است، چه در ابو داود باشد، چه در ترمذی باشد، چه در مصنف عبدالرزاق که من نمیخوام تمام روایت ها رو اینجا آورم تا وقت زیاد نگیرد. شما میتوانید 2 رکعت خوانده سلام داده بعد 1 رکعت خوانید، شما میتوانید مثل نماز شام خوانید و این چنین شما میتوانید تماما در 2 رکعت ننشسته خوانید. با یگان تاش هم گناهکار نمیشوید ان شاء الله، با یگان نمودش هم ان شاء الله گناهکار نمیشوید. و این چنین در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه 3 رکعت خوانده میشود، برای اینکه اکثریت حدیث ها بر این است که پیامبر 3 رکعت میخواندن، یعنی اکثر احوال 3 رکعت میخواندن. اما حدیث حضرت عایشه که اگر شما ترسیدید که سحر شده ایستاده است 1 رکعت خوانید، حدیث خودش معین میکند که اگر دیر شده ایستاده باشد، یعنی برای بامداد وقت تمام شده ایستاده باشد. انا در دیگر مذهب ها علل خصوص در مذهب امام شافعی 1 رکعت خوانید هم می شود، 3 رکعت خوانید هم می شود، 5 رکعت خوانید هم می شود و با همین ویتر که هست تاق تا 13 رکعت یا 11 رکعت می رود. برای همین در مسئله نماز ویتر خیلی مسئله وسیع هست و کدام نمودش را خواندید هم یگان عالم تو با این کارت گناهکار شدی نمیگویند، یعنی 2 رکعت خوانده سلام داده بعد 1 رکعت خواندید، یا اینکه مثل شام خواندید، یا اینکه شما با 1 سلام خواندید. و سوال دوم درباره ویدلینی بود که اکثری خواهرها میپرسند یا همون بعضی خواهرایی که میگویند ما چیکار کنیم، نماز خوانیم نخوانیم، طهارت رو میشکند یا نه. خواهرانی که درباره ویدلینی زیاد میپرسید، تمام علما بجز مذهب امام مالک، یعنی در من که بنده خودم فقه 4 مذهب خواندگی هستم، زیاد دوست می‌دارم مسئله ها رو از نگاه 4 مذهب بیان کنم تا که برای شنونده ها خیلی مسئله آسان شود، نه از اینکه دشمنی با حنفی دارم یا چیز دیگری که بعضی ها میگن. در نزد تمام علما ویدلینی که از جای نجس خارج می شود طهارت را می شکند و این حکم معذور را می گیرد. زنهایی که همیشه ویدلینی می بینند برای هر یک نماز طهارت می کنند، از این نماز تا آن نماز چقدر که ویدلینی خارج شد، چی در داخل نماز چی بیرون نماز فرق نمی کند، طهارت را نمی شکنند، برای اینکه شما برای هر یک نماز طهارت کردید. اما یگانه در نزد بعضی از علما که این را بعضی از علمای معاصر هم تصدیق میکنن، میگوین نه، ویدلینی چیزی هست که از اول بود، در زمان پیامبر هم بود، همیشه بود، دربارش یگان دلیل آمدگی نیست و علما این رو فقط قیاس میکنن از اینکه از مخرج یا از جای نجاست خارج میشود، از اینکه دربارش یگان خیلی حدیث آمدگی نیست و زنها برای طهارت کردن مشقت میکشند. ویدلینی شکننده طهارت نیست، برای همین نجاست هم نیست، شکننده طهارت هم نیست و ویدلینی اهمیت ندهید مدامی که با دیگر سبب ها طهارت نشکست. اما اکثریت علما، گفتیم جمهور علما که میگن نه، از مخرج نجاست خارج می شود، این ویدلینی طهارت رو میشکند. اگر شرایطی خوب داشته باشیم برای هر یک نماز طهارت کردید بهتر است، اما تا نماز دیگر چقدر ویدلینی آمد اهمیت نمیدهید. و
این کوتاهک درباره ویدلینی بود که انشالله باز وسیع‌تر کرده در این مسئله صحبت میکنیم. سوال دیگر درباره رنگ کردن ناخن ها بود. خواهر میپرسن که لک مالیدن یا رنگ کردن ناخن جایز است یا نه. خواهر عزیزم، حنه کردن در ما آمدگی هست. حنه کردن ناخن ها، حنه کردن دست ها دربارش حدیث هم هست و زنی مسلمان اگر حنه کرد بوکه ندارد. حتی بعضی از علما میگویند حنه از زیب و زینت نیست که پنهان شود، یکی با دست حنه بیرون شده هم بوکه ندارد. البته بعضی از علما این را میگویند. اما رنگی که لک میگوید این طهارت و یا غسل شما کاملا فاسد میشود، برای اینکه به ناخن آب نمیرسد و خواهر مسلمانی که لک میمالد نه طهارتش درست است نه غسلش درست است و برای زن مسلمان عموما در وقت نمازخوانی لک ممکن نیست. بعضی علما میگویند در وقت حیض و نفاس ممکن است، اما به شرط اون که به کوچه نبرید، برای اینکه از حنه لک خیلی و خیلی فرق میکند. و سوال دیگر درباره پسنداز کردن در بانک ها بود که آیا در بانک ها میتوانیم ما پسنداز کنیم. البته ما میدونیم که ما در این زمان دو نمود بانک داریم. یکی بانک های اسلامی که تقریبا در تاجیکستان نمیدونم هست یا نه، در کشورهای پساشوروی وجود ندارد. بانک های اسلامی که شما در آنجا همچون دست امانت پولتان رو میگذارید، پسنداز میکنید، آنها فایز هم نمیبندند و به کسی قرض فایزی هم نمیدهند. انا این گونه بانک ها بوکه ندارد، برای اینکه 100% شما میدونید که این بانک پول شما رو به کسی قرض پرسنتی یا ربوی نمیدهد. اما بانک های عادی که در روسیه و تاجیکستان هستند و خودشون میگویند که در ما امانت بمانید، ما به شما فایز میدهیم، یا در آنها امانت میموند و آنها به دیگران فایز میدهند و پول آن را مثلا فایزش را میخورند. این همکاری کردن در ربا هست که الله میگوید فذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اگر مسلمان هستید شما ربا رو بس کنید، چه خوردنش رو، چه دادنش رو، چه همکاری کردن با جهت های ربا رو. یعنی برای مسلمان ها در بانک هایی که با پرسنت کار میکنن پول خودشان رو پسنداز کردن ممکن نیست، مادامی که میدونن که یا فایز میبندد یا اینکه به دیگران به فایز میدن. اما یقین کردید که نه، به کسی فایز نمیدهند تو همچه امانت میماند، اینجا دیگر بوکه ندارد. و سوال دیگر درباره این بود که آیا اجاره دادن لباس های عروس و داماد جایز است یا نه. لباس داماد که فرق نمی کند. ما میدونیم که داماد ها لباس غیر شرعی نمی پوشند، بوکه ندارد لباس های دامادی رو به اجاره دادید. اما لباس های عروسان، لباس هایی که نیم اوریان هستند و 100% اجاره ده میدوند که آن را عروس پوشیده در بین 1000 مرد نامحرم میبراید و تا کتف و تا دست ها کشادگی هستند و خیلی تنگ است. البته این کمک کردن به گناه است و الله میگوید ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، و هرگز کسی را در گناه کردن و در دشمنی کمک نکنید. و خواهری که یا برادری که میدوند که لباس عروسی رو اجاره میدهد به کسی که اون لباس رو در گناه استفاده میکند، در بین زن و مرد میپوشد و این چونین تماما نامحرم ها میبینند، جایز نیست. البته اما لباس های عروسی که سفید باشد هم با سطر هست و ما میدونیم که این رو مثلا زنها در بین زنها میپوشند و مردهای نامحرم نمیبیند، بوکه نیست که هیهات که در تاجیکستان میدونیم که 90% عروس ها وقتی فتای سفید میپوشند بین زن و مردها میبرند. برای همین و من یتق الله یجعل له مخرجا، تقوا کنید و لباس های عروسی که پنهان است و عروس هایی که مثلا دیندار هستند میپوشند از آن رو به اجاره دادید، انشاءالله بوکه ندارد. و سوال دیگر درباره قسم خوردن بود. قسم خوردن که خواهر میگوید به من شوهرم قسم داد که بگو اگر به خانه فلانی رفته باشم من به الله کافر شوم. اولا با این نمود قسم ها قسم خوردن گناه کبیره است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند من کان حالفا فلیحلف بالله، کسی که میخواد قسم بخورد قسم به الله بخورد. و یکی اگر واللات و العزی گفته، یعنی نام های خداهای مشرکین رو گفته قسم خوردید، بعد از این لا اله الا الله گوید. برای همین مادامی که خواهر قصد نکردی و عموما مقصدش این کلمه کفر رو گویک نبود یا شوهرش مجبور کرد و یا فقط از زبان آورد و در دل هیچ اعتقاد نداشت، انشاءالله که با این کارش هرگز کافر نمی شود. اگرچه کلمه کفر رو گفت ولی باید
در نزد اکثر علما کفاره قسم بدهد. مثلا نرفته باشد و رفتم گفت، یا رفتم باشد رفتم گفت و اصلا نرفته بود و قسم بر دروغ خورد، چگونه که در سوره مائده آمده است کفاره قسمش هست که یا 3 روز پی در پی روزه میگیرد، یا اینکه 10 قنبغل را لباس میدهد، یا اینکه به 10 قنبغل خوراک میدهد، خوراکی که آنها سیر میشوند. اما با این نمودها قسم خوردن، با نانزند و کافر شوم و با قبرستان و با چیز دیگر، قسم گناه هست. برای آنکه مسلمان باید اگر قسم خورد در حالتهای ضروری قسم با نام الله بخورد. و سوال دیگر درباره زنی بود که تولد کرد و 3 روز روزه نداشت. البته الله میگوید و من کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر، اگر بیمار بودید یا مسافر بودید شما دیگر روزها روزه بگیرید. پس خواهری که تولد کردن یا کودک معده داشتن یا حامله هستند روزه نمیگیرند، 30 روز قضاءشون رو از آن رمضان تا این رمضان باید بگیرند و هرگز به جای 30 روز 60 روز یا اینکه 3 ماه نمیگیرید. همون 30 روز به سبب بیماری یا به سبب تولد و حاملگی روزه نگرفته‌تون رو شما میگیرید. اما کفاره که مثلا تو باید 2 ماه پی در پی به جای 1 روز روزه بگیری، وای برای نفرانی هستند که در رمضان جماع کردن، یعنی زن و شوهری که هم خوابگی کردن در وقت روزه‌داری روزانه شبش نیو، اینها باید برای این روزه این گناهی کردگیشون که گناه کبیره است کفاره بدهند که 2 ماه پی در پی روزه گرفتن می باشد، یا اینکه به 60 قنبغل خوراک دادن می باشد کفاره‌اش. و این چنین سوال عائلوی هم بود. خواهرم میپرسد که من در خانه پدرم با شوهرم زندگی میکنم و بعضیا میگن این گناه است. برای چی گناه بود است اگر شما راضی هستید، اگر پدرتون راضی هست؟ اوله الله میگوید اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم، ای مردها شما به استطاعت و قدرت خود نگاه کرده، اینه به شرایط خود نگاه کرده زنهای خود رو به جای زیست مهیا کنید. اما اگر زن گفت من راضی هستم که در خانه من زندگی کنی یا در خانه پدر من زندگی کنی، پدر هم راضی هست و شوهر هم راضی است، به این هیچ گناهگار نمیشوید. پیامبر صلی الله علیه و سلم در خانه حضرت خدیجه زندگی کرده بودند. مادامی که شما راضی هستید به این چیز ان شاء الله هیچ جایی گناهش نیست. و سوال دیگر درباره برادرم میگوید که همسر من یا عائله من هرگز عذرخواهی نمیکنند. البته میدونیم که عذرخواهی نکردن این علامت تکبر است، یعنی الکبر بطر الحق و غمط الناس، یعنی کبر حقیقت رو تماما نادیده گرفتن هست و مردم رو پس زدن هست. کسی که گناه میکند و به گردن نمیگیرد و عذر نمیپرسد، خواه زن باشد، خواه شوهر باشد، خواه خواهر باشد، خواه برادر، هر کی هم که نباشد، این علامت تکبری است. و اگر در حق شوهر گناه کرده باشد، یعنی حقوق شوهر رو پایمال کرده باشد و توبه نکرد، چگونه که حقوق دیگران رو پایمال کردید و توبه نکردید گناهگار میشوید، به این چیز روز قیامت جواب میدهد. شوهر نباشد هم یک نفر رو تحقیر کردی، یک نفر رو مسخره کردی، غیبت کردی، برای اینکه این حق ناس است. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث در بخاری هستند میگویند اگر یکی رو در ناموسش چیزی گفتید یا در چیزی دیگر در حقش ظلم کردید، پیش از آن که روز قیامت بشود که در اون روز دیگر یگان کس رو با پولتون و با عذرخواهیتون راضی کرده نمیتوانید، از او حلالی جویید و اگر حلالی نجستید روز قیامت ثوابهای شما به او داده می شود، ثواب نداشته باشید گناهایتون به او داده می شود. برای همین خود زن باشد خود شوهر کی هم نباشد، وقتی در حق کسی ناجا گفتیم و کردیم و از همان انسان عذر نپرسیدیم، این به روز قیامت میماند که در روز قیامت عذر پرسی دیگر فایده ندارد. اور توبه کردن است، اما توبه کردن از گناهی هست که بین بنده و بین الله هست، مثل ترک نماز یا روزه. اما وقتی که در حق مردم ما گناه کردیم و در حق مردم به ما گذشت، با توبه کردن این مسئله تمام نمی شود تا همون انسان شما را نبخشد. و همین بود به فکرم تمام سوال ها. و آخرین سوال درباره روزه شعبان بود که الان ما در ماه شعبان قرار داریم. اللهم بلغنا رمضان، پروردگار به یکایک ما رمضان را برساند و طاعت و عبادت های آن ماه را هم برساند. آیا روزه گرفتن در این ماه چه ثواب دارد؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم از ماهایی که اکثرش را روزه می داشتن همین ماه شعبان است. هم حدیث ام سلمه هست، هم حدیث حضرت عایشه هست، چه در بخاری باشد چه در
ترمذی باشد، در امام مسلم باشد و تمام علما هم به این اتفاق هستند که پیامبر اکثریت همین ماه رو روزه می گرفتند. برای همین چقدر در این ماه روزه گرفتید ثواب دارد، همش رو 30 روز نه و اکثریتش رو و یگانه یک روز یا 2 روز پیش از همین ماه روزه گرفتن، یعنی ببخشید از ماه رمضان، یعنی روزی 29 سوم یا 28 و 29 اگر ماه 29 روزه باشد، روزه گرفتن مکروه است که درباره‌اش حدیث در بخاری است که پیامبر میگویند رمضان را 1 روز یا 2 روز پیش روزه نگیرید، که این در نزد تمام علما مکروه است، مگر اینکه روز پنجشنبه براست آمد و شما هر پنجشنبه روزه میگرفتید یا قضا داشتید و 1 روز پیش از رمضان داشتید، باقی ندارد. این بود عزیزان مختصر جواب به سوال‌های شما. اگر به این سوال ها دور و دراز جواب دهم، هر یک حدیث در کجا آمده است، در کدام کتاب آمده است، خیلی وقت میگیرد، کوتاه جواب دادم و چیزی را اگر خطا کردم از نزد بنده و از طرف شیطان بود، هر چیزی که درست بود از طرف پروردگار بود و توفیق پروردگار بود. اگر سوال دیگری هست ان شاء الله در نوارهای دیگر در خدمت شما هستم. پروردگار از یک ما و شما قبول کند و قلب های ما را از ریا دور کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.